سلام دوستای عزیز، با امید صحت و سلامتی تمام شما و با امید ازی که روزهای بدون ویروس کرونا را سپری بکنین و اگر خدا نخواسته دچارش باشین میخوایم امروز این ویدیو یک کمک بکنم بر شما، چون من از جمله کسایی هستم که یا بگویم یک خانواده 12 نفری که تمام ما را ویروس کرونا گرفت و هر 12 ما نجات یافتیم و به شمول مادرم به فضل خداوند که با وجودی که سنشان از 80 بالاست اما تانستیم که این روزای سخت تیر کنیم و این مرض به اصطلاح افغانی بلغت بزنیم. علائم مشترک تمام 12 نفر ما تو بود و جاندردی و در بعض ما سردردی بسیار شدید بود و بعض ما معده خرابی و حالت هوا و گشتاندن بود و یا سرفه و ریزش داشتیم. یعنی علائم مختلف بود در هر یکی ما و مدت تب و جاندردی هم بسیار فرق داشت. مثلا یکی از ما یا بگیم 3 نفر از ما فقط برای 1 یا 2 روز تب داشتن و جاندردی و در حالی که 2 نفر دیگه ما تا 15 روز هر شب طرفای دیگر تب میکردن و تا به تقریبا نصف شب جریان داشت. و کارهای یا تدابیری که به مقابل از این مرض گرفتیم این بود که یکی از دکترها گفته بودن که باید قسمت ساحات بینی یا چی میگیم و انگلیسی میگن ساینس و دهن این قسمت ها را باید گرم نگاه کنیم به خاطر از اینکه زیادترین مجموع ویروس در بینی و دهن می باشه و از اون سبب باید بسیار داغ نگاه کنیم، چون این میکروب قسمت که شنیدین حتما امرای گرمی خوب نیست و توسط از حرارت میتونیم که مقدار ویروس ها را کم کنیم و می کار ما کردیم به توسط موی خشکان برای 5 دقیقه بر روی میگیریم و اگر گرمی بسیار زیاد میکنین کم آب دوباره به رویتان میزنین و دوباره موی خشکان میگیریم برای 5 دقیقه و کسایی که مبتلا به این ویروس نیستن روز 2 دفعه میگه برای باعث طب وقایوی این کار بکنن و کسایی که دچارش هستن میتونن که تا به 5 دفعه روزی برای 5 دقیقه هر بار امی کار بکنن که واقعا فایده بسیار زیاد کرد و فرقش هم دیدم که مثلا شوهرم که تا به دیروز تب داشت این کار نکرد و ما و مادرم کسایی بودیم که منظم پیش بردیم و بسیار زیادم باسانی از شرطه و بسیار علائم دیگه از این مرض نجات پیدا کنیم. علائمی که هنوز هم مانده متاسفانه بگویم از استادن یگان حواس پنجگانی ما 1 یا 2 تاش که مثلا از مادرم حس بصره یا چشمشان بسیار شدید ضربه دید، چون از طرف شب گفت که قطعا نمیتونستن که چیزی رو ببینن، فقط از 2 طرف چشم یک روشنی میتونستن ببینن، در غیر از مقابل پیشروی هیچ دیده نمیتونستن و گوششان بسیار خراب شده، بسیار به مشکل گپ میفهمن مگر از دیشب بخیالم دیشب بله اولین شبی بود که مادرم گفتن که چشمشان دوباره کار شروع به فعالیت کردن و از ما خودم ذائقه بسیار خراب است که مزه نان نمیفهم که بسیار مشکل است دیگه. گوش و چشم و بینی سه حس و بوی بسیار، یعنی اصلا هیچ نمیفهم که بوی تیز است یا بوی پیاز است یا سیر است یا هر چیز دیگه. و غذاهایی را که ما خوردیم غذاهای گرم کننده بود. یک ویدیو برآمده بود که همه میگفتن که خاکشیر بسازین و خاکشیر بخورین، در حالی که خاکشیر به نام نوشیدنی تابستانی یاد میکنن و وجود سرد میکنن و ما از این جلوگیری کردیم و تا که تانستم برای بسیاری کسا گفتم که این کار نکنن به خاطر از اینکه وجود باید گرم بمانه برای این مرض و
به توسط از گرمی که ما به وجود اضافه میتیم، مثل زنجبیل یا زنجفیل و زردچوبه یا آب میوه که ویتامین های اقسام انواع بود. همین چیزایی بود که وجود قوی ساخت و قوی سیستم دفاعی وجود قوی ساخت و تانستیم که این مرض یعنی سرش غالب شه یا این مرض مغلوب بسازیم.